دادگاه اسماعیل سامانی فیروز تبارف محبوس زندان رقم اول پایتخت فرزند وکیل مدافع اسحاق تبارف را با 2 سال اجرای جزا در محبس نظام محبسی تعیین کرد. این زندانی هست که ترتیب آن شدیدتر از هر زندانهای تاجیکستان می باشد. یک نماینده ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در ماه رمضان در میانه های ماه می در نتیجه یک مناقشه شدید و زنازنی میان محبوسا که تقریبا 70 نفر در اینجا گرفتار شده بودند عیبدار دانسته می شود و بر اساس شکایت رئیس محبس رقم اول نسبت فیروز تبارف این تعیینات صادر شده است. اما نزدیکان فیروز تبارف میگویند که فیروز تبارف با تمام قاعده و شرط و شروط محبس رعایت میکرد و این گونه تعیین 2 ساله در نسبت او یک عمل بیرحمانه است و آنها از بالای تعیین سود اسماعیل سامانی شکایت خواهند برد.